حالا شده که شما بخواین فردا تولدتون باشه، خب بعد خونه اینقدر به هم ریخته است که این مسافر خونه متروکه پرز زامبیه، اصلا خرابه، از اون وضعش بدتره. فردا بعد اصلا تولد آدم بده اینکه 1 سال طول بکشه، مثلا سال 2025 انگار تا سال 10500 وصف کنی تا یه روز تولدشی که اونا این 1 ثانیه میگذره. بعد 1 ثانیه تولد میشه 1400 سالم وصف کنی. واقعا خیلی غیر منطقیه. اصلا ماه تولدتون رو توی کامنت ها بگید.